بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز، خوش آمدید به کانال گلزار معرفت. خواستم کمی نوار از قید حیات بودنی مخصوم پولادخان را برایتان پیشکش کنم. او با شاگردی خود یک چند سخن درباره قلم میگوید و دوستان عزیز ببینید که این شخصیت های بزرگ با چقدر عذاب و مشقت ها این کتاب ها را می نویسند و کتاب های این پدر بزرگوار درباره وطن، غریبی، پدر و مادر و نیکی و بدی و غیره ها می باشد. دوستان عزیز، کانال را دستگیری کنید، آبونه شوید، ویدیو را به دیگران روان کنید. خدا خواسته باشد در ویدیوهای آینده درباره این پدر بزرگوار و از کتاب های این بهترین قصه ها را برایتان پیشکش میکنیم. در حق ما دعاگو باشید. نوار را میمونم ببینید. همینجا ما اومدیم اینجا تپه بود. بعد یک 100 ساله مسپیده دیدیم پرسیدیم. 100 ساله مسپیده دیدیم پرسیدیم که همین تپه ها او تاز بود. حالا این مزارم از تازه های. این تپه های قرآن گفت، انا همین تپه گفت. همینجا تپه بود. ما این تپه را دیدیم. 50 سال یا 45 سال پیش تپه ها را بعد قانون برآوردن که تپه های همین قرآن دشت کنه. بعد چند تا اونجا داشت کن. یک هم مثبت گفت که قون تپه بود، زر تپه بود، تاش تپه بود. این تپه همینجا تپه بود، شور تپه هم داشت. تپه کلام بود. می اومدیم همون مایدکی مونده یاشی مونده میبریم در بالاش یک ژورنالیست ها میومد همین را تماشا میکن میبرمدیم. بعد یک قانون برمد داشت کنید. قلم خطی قلم رودکی و جامعه سعدی و بیدل و حافظ و تغلاد شاهین که ما با ما فخر میکنیم. این همین قلم خطی همین کتاب بیدی 1000 چند صفحه این کتاب کلام همشه به همین و ما کامپیوتر نبود. خط بعد سوویت عجایب کاره که حاضر هیچ که این ممکن نیست دارید نوشته که حاضر مثال این قلم اگر ماسک کنن بنویسن خیلی مسکاگی شاگردا داریم سارن مولهای مسکاگی هستن. طریق مدادگری مثال یک قدره صابون ولایتی یک مقدار رول میگن میشه شریشی درخت یک مقدار چربه روغنی بز 3 تا اینا در دیگ انداختیم جوش آوردیم مثلا آب کردیم سخت کردیم بعد آب کشید بعد این دوده روغن زغیره
در همین گروه که ریختیم. این مثال روغن زغیر اینا دو در ریختیم. خب روغن ریختیم، دو در ریختیم. بعد وقتی که علرش کردیم، بعد دو در همون چی ریختیم؟ در همون بگیم چی؟ دیگچه. علرش کردیم. انا بعد کاسه چینی رو میاریم. بعد همون مینویسیم. اگر کاسه چینی همون وقتی که زدیم کشیدیم، اگر همون سفیدش نماید وقتی نوشتن شد سفیدی بماید باید که میجوشه. انا بعد مثال سخت میشود. بعد دفعه که میگیریم سفیدی هم کاسه نمیماید. بعد میگیریم با اینا در این چنیلو میندازیم. مثال در چنیل میندازیم. انا بعد ای پیله همتا میکنجیم ای پیله هستاد. بعد همون درون همون چی میندازیم؟ رنگنده. رنگنده میندازیم او میریزیم. انا بعد علرش میکنیم. بعد کم اکک میمونیم میسته او صبح تازه. این حاضر هم تکرگیه. قلم گفتا که من شاهی جهانم، قلم کش را به مقصد میرسانم.